дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 38. خانه را بسیار پزمان شدم، گفت او. مدت هر کداممان با خیال خود مشغول نشستیم. بچه های من حاضر از مکتب آمدند. احتمال پرتفیل های خود را از تگ در به میانه خانه غرانیده در روی حولی به دواده و سراسور در آمده باشند. مادرشان گاه از تریزه آشخانه گاه از لب ایوان سر برآورده آنها را هر زمان به خانه دعوت می کند. اما بچه ها خودی حاضر بیبی جان گفته سراسر خود را همچنان دوام می دهند. در پلیکلینیک چی گپ ها، چی نویگری ها باشد. شماره ادانه گازیته دیواری را چخیل برآورده باشند. زار ماند خودستایی هم شود. گفتن در کار که منو اسکندر نباشیم. گازیته دیواری شوق‌آور نمی براید. یگان کس از گازیته های ریسپوبلیکوی سرمقاله و یک دو شعر دراز را گرفته به ماشینکا چاپ می کند و می چسباند و می ماند. اسکندر یقین که در مسکو است. حالا مهلت تجربه آموزیش در انستیتوت رنتگنولوژیا و رادیولوژیا به آخر نرسیده است. حاضر احتمال در یگان کابینت تاریک نشسته از بین طرح خیره و فقط برای اینگن چیان روشنی ستون مهره یا استخوان کاس جای علتناک را می جوید یا عکس گرده یا جگر بیماری را از نظر گذرانیده خوش گفته خود به خود گپ می زند. در پیش چایخانه پیکری میده‌یک و سیمابوار سر حرکت حضرت ایشان نمایان گردید. من و اسرافیل از والگامان برآمده از دنبال او روان شدیم. برادر قیامتی. قریبی خفتن به سفر ما اجازت دادند. مراسم خیرآباد با ایشان محمود سلطان بسا رقت انگیز گذشت. غیر از کمینه دیگر همه سفران پیر و جوان حتی اسرافیل جوره من حضرت را به آغوش کشیده خیر و خوش و اظهار منتداری کردند و گفتند که آنها اکنون با هم دیگر برادران قیامتی اند. قاری های پیر آبی دیده در این گونه موردها تیاری خود را پاک می کردند. در واقع مهمانان از میزبانان حضرت ایشان گیله نداشتند. پس از 2 هفته زندگانی نیم سیر و نیم گرسنه در خانه و خیمه های زین کوشک در اینجا روزشان بد نمی گذشت. خوراک های رنگارنگی با لذت در وقتش مهیا بود. جای خواب وسیع و براحت تر، حتی زیاده از آن که چشمدار بودند. روز 2-3 مراتب شربت میوه، نوشاکی قدیمی ملی خودمان گلاب شیرین و خوش‌طعم می‌دادند. ساعت‌هایی برای صحبت باقی مانده این 4 روز گذشته را حضرت ایشان با نقل کارنامه‌های در حرم خود و از آن دیگران کرده‌اش زینت می‌دادند. در خون بنده از افتکار از اشتیچه های یک رنگی و زمعی بسیار بوده است که با این همه مهربانی ها خود را مجبور کردن نمی توانستم که حضرت را به آغوش کشیده ودا گویم و برادر یا پدر قیامتی خوانم.
افطابوس ما با شست می دوید. در هر 2 ساعت راننده در نزد یگان چایخانه سری راه قرار می گرفت. در زیر ایوان و گرد و پیش هر یک چایخانه کتهای چوبین یک کاسه بسیار خاری می ایستاد که در بالای آن دراز کشیده از برداروزن راه دم گرفتن ممکن بود. اما چایخانچی ها تا 1 ریال مزد استراحت ندهید به کت نزدیک شدنی نمی ماندند. اسرافیل از این معامله دلتنگ شده به یکی از آنها گفت: از خدا نمی ترسید؟ از بنده شرم نمی کنید؟ به هر چیز ریال 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 گفته منح می زنید؟ اسرافیل به زبان باشقردیش گپ می زد، اما عرب فهمید این ندا را. هاوه ریال 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 گفته استهزا آمیز خندیده دور شد. این دفعه هم سیاره ما از افطابوس و سبکروهای دیگر با شست پیش گذشته می رفت. گویا راننده های ما قصداً شتاب می کردند، گویا به آنها کسی قبلا تعیین کرده بود که تا می توانید تیزتر بیران، زیرا این طایفه گرچه حاجی ها و قاری هایند از وطن نخستین موشک های فلک پیما آمدند. برابر طلوع آفتاب به ایرپورت جده رسیدیم. پس از فرصت یکی از شاگرد پیشه های عبدالله بخاری، جوان قد بلند عرب پیدا شد و در حال همه ما را به یک جا غم کرده تأکید نمود: زنهار به کسی نگویید که از اتفاق سویتی هستید. اگر پرسند بگویید که از سودان آمده اید و به سودان روانه اید. در همه عالم عرب آدم سویتی را بینند، یگان عزیز و اولیا را دیدگی بر این شادمانی میکنند، اما در اینجا یقین که امکی امریکایی با رسم و آیین و فعل و خویش نغزکک ریشه دوانیده است. راست میگوید مقاله که تو به من بگو که هم طبقت کیست، من به تو بگویم که خودت کیستی. کدام یک فیلسوف دنیای قدیم به خیالم دیوگن یونانی از انکشاف مدنیت و از دیگرگونی های عالم به تنگ آمده قرار داده است که به علامت اعتراض به درون خون در آمده زندگانی کند. مدت دراز همین طور هم کرده است. یک طایفه خادمان دولت بودند که در عصر 20 هم خم را منزل کردند، وگرنه به این درجه غافل نمی ماندند که دنیا دیگر شده است. در این زمانه بجز همزیستی آسایشته دیگر گونه علاج زندگانی نیست که نیست. در ایرپورت گویا زمین کفیده آدم برآمده بود. بینای 4 آشیانه ایرپورت روی حولی و کوچه و میدانهای اطراف آن پر از مسافران بود. در هر خانه بی تریزه پیشگشاده بینا تا 60-70 نفر حاجیان مرد و زن منتظر نوبت خود می نشستند، یا بر روی فرش بیتانی چپه و راسته پا بر سر و سر به پای همدیگر غلیده می خوابیدند. در تگی دیوار راهروها جویک آبی پرتاف ساخته شده بود. حاجیان در سر جویچه ها نشسته طهارت می کردند. آنهایی که پریموس یا کرسینکه داشتند دیگچه را مانده در جای نشست خود عطاله یا شوربا می پختند. بوی عرق بدن، بخار دیگ و دیگچه ها، پسلاخی به پوسیدن سرکرده میوه ها
همه یک جایه شده در هوای تفسانی ناجنبان نفس کس را تنگ می کرد. در قبط یکم که از دکانها، آشخانه‌ها، اداره اگنتی‌های هواپیمایی عبارت بود، سودا در اوج. از هر سو رادیوپریامنیکای سرغوغا فریاد کشیده روی خط مسافران یا آمد و رفتی تیاره ها را اعلان میکنند. چمدان ها را آورده دادند. آنها را عبدالله بخاری از مکه آورانیده مانده بوده است. درون چمدان ها را در غیب ما تگرو کرده چیزی را کافتند. بندی کاغذین قطیچه های داروناک کنده و از نو شیریش کرده شده بود. چتر خود را از چمدان گرفته به کوچه برآمدم. در کوچه به هر حال مغل کمتر، هوا تازه تر. کی رفتنمان معلوم نیست. در این ایروپورت از افتکار گرافیک یا جدول گفتنی چیزی نیست. هرگاهی که خادمان شرکت خواستند همان وقت طیاره جدا می کنند. از روز ساعت سفر پرسید. عملدار ادارت الحج مدینه بر این یک جواب را 100 مراتبه تکرار کردن می گیرند. صبور انشالله می شود. همسفران از آشیانه سوم بینای تفسان بروی حولی فرامدند. از جای سایه رو پارچه زمین را اشغال کرده با نوبت بروی چمدان ها می نشستند. دیگران راست می ایستادند. در یک گوشه حولی صفحه بلندی سنگین هست. همسفران عهد کردند که آهسته آهسته به قدر خالی شدن جای به طرف صفحه جنبیده آن را اشغال نمایند. از سر و روی همه عرق می شارید. حاجیان به باقی مانده ریال های خود آب زمزم می خریدند. آب زمزم را تنوکسازان مکه مکرمه به بانکه ها انداخته کفشیر کردند. حالا نرخ زمزم ارزان شده است. روزهای اولی طواف کعبه 2 بانکچه‌اش 1 ریال بود. اکنون به 1 ریال تا 6 بانکه می دهند. خوراک را در آشخانه می خوریم. هر کس کوشش می کند که به گرسنگی نگاه نکرده سستر دهان جنباند و مدت خوراک خوری را هرچی بیشتر کشال دهد. چون که در هر جای زری آشخانه 7-8 ونتیلاتور به قوت ماندند که شکلشان پروژکتورهای کلان تئاتر یا کینستودیا را به خاطر می رساند. همین که طعام فرمودید خدمتگار یکی از ونتیلاتورها را به کار انداخته به طرف شما می گرداند. برابر حسابی کردن ونتیلاتور را نیز خاموش می کند. یعنی حقتان ادا شد، جای را خالی کنید. کسی اگر این اشاره را نفهمد یا خود را به نافهمی زند از زیر بغلش گرفته تا تگ در گسیلش میکنند. آنهایی که همیانشان قفستر است در همین جای هم کیف میکنند. ترک فربهی سرخموی با اهل آیلش یکی از میزهای کلان آشخانه را از پگاهی این جانب بند کرده پینک می رود. خدمتگاری آشخانه 2 ونتیلاتور را تا تصفیدنش با نوبت به کار انداخته جریان شمالی فارم را به سوی میز او روانه می کند. تا نماز شام همسفران من نصف سرفه سنگین را اشغال کردند. از طیاره امروز امید کردن ممکن. در کوچه پیش ایروپورت بگاهی بازاری قارین برپا گردید. فروشندگان به قسم پیاده‌گرد کوچه
قالین‌های ترکی، ایرانی، عراقی خود را پهن کردند. هرچند از خریدار درکی نبود، هر کدام مال خود را تعریف کنان جار میزد. بعد کوچه از فوج سیاره های سبکرو پر شد. جنابان دولتمند خدمت روزانه را انجام داده به ویله هایشان می رفتند. اندام و سین و سالشان هر خیل باشد هم قیافه همهشان و یک ذیل جدی حتی قدر اندوهگین می نمود. گویا در کشوری آنها فلاکت سرزده باشد یا وضعیت دائمی حربی اعلان کرده باشند. در یک قسم سیاره های سرکروفر امریکایان سوارند. آنها در بندرهای بحری و هوای جده، در زواد کوکاکولا و غیره خدمت می کنند. آنها فقط در حدود شرکت ارامکو در پایتخت و جده حقوق استقامت دارند. لیکن از این محدودیت که برای همه نامسلمانان عمومی است به نظرم چندان آزرده خاطر نمی نمایند، چون که خوب می دانند که دلارهایشان و فعل و خویشان تا به مکه مکرمه و مدینه منوره راه یافته است. شبانه نصف همسفران در بالای صفحه سنگین باقی ماندگان به جای راست آمده دراز کشیده به خواب رفتند. من از پیش دکان تای سیمپیچ را سهل این سوتر غلانده مدت در بالایش نشستم. چون دیدم که به خودسریم کسی چیزی نگفت بر روی تای دراز کشیدم. اما در بالای تای کلوله خوابیدن از کارهای براحت نبوده است. گره های سیم و تناب به بدن می خلیدند. زیاده از نیم ساعت به یک حالت خوابید. بغم های ستون مهره به درد می درآیند. به ضمن این داد و فریاد رادیو پریامنیکا که از روزانه هم بلندتر شده بود و صدای موتور طیاره های فرود آینده و پرواز کننده به چشم پوشیدن امکان نمی داد. صبور می گفتم به خود. در مسافرت کی عذاب نکشیده است؟ پگاهی کلان شونده ایرپورت به وکیل ما همان جواب دیروزه را تکرار کرد. صبور انشالله می شود. با افزایش حرارت روز بوی و تف نفس گردانی حولی باز شدت می گرفت و من چتر خود را برداشته از حولی سرغوغا بیرون رفتم. در اینجا هم ساعت از دقیقه نه، دقیقه گویا از ساعتهای دراز ترکیب یافته است. روز مثل شبهای یلدای زمستان کشال می یابد. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев шунидед. Ровӣ ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ, коргардон Шералӣ Нағзалӣ, муҳаррир Обиҷон Саидзода. Анҷоми гуфтори 38.